اگر 1000 خط خال کنی، 1000 کرم ای دبی میاری، ای پاکستان میاری، ای قویستان میاری، هیچ وقت او با اون نوری که از قرآن میگیری، از آب طهارت میگیری، او را تو با این کرم، او را تو با این مقصد پودره و او را یا با یگان نمودهای صدها استاد در بالای اگر چهرت کار کنند، این نور را تو پیدا کنه میتونه. برامین چهره هایی که وقتی میبینه نورانی هست، شما دانید برادر از که خداوند در سوره فتح آیت 29 میگه که اینا از حساب سجده کردنن. یعنی وقتی سجده میکنی الله مهربانه، وقتی میگوی سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم، ببین وقتی تو الله را تسبیح میگوی، ذکر میکنی، وقتی در تسبیح در دست شب مردم خوابه تو